سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو از روز جمعه 27 فوریه من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. یک روز پیش از انتخابات پارلمانی در تاجیکستان، هیئت کنونی وکیلان مجلس نمایندگان کاری 5 ساله پالاتای پایانی پارلمان کشور را نتیجه گیری کردند. رئیس مجلس شکرجان ظهوروف از کاری این نهاد قانونگذار اظهار قناعتمندی کرد و گفت پارلمان در 5 سال گذشته به مردم نزدیکتر شد و آشکارگو بود. در جریان فعالیت پارلمان کسبی تاجیک باری نخست میان پارلمان‌های تاجیکستان و ایران و تاجیکستان و افغانستان یادداشت تفاهم همکاری بین پارلمانی به امضا رسید. در پایان جلسه به بعضی وکیلان مردمی جایزه دولتی سپرده شد. به هیئت کنونی پارلمان عبارت از 63 کرسی اکثرا اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی شاملند و به همین خاطر هم مخالفان و هم مطبوعات مجلس را چون پارلمان خاموش صفت دادند. با اطلاع خبرنگاران آزادی در نماز جمعه روز 27 فوریه هم سخن از انتخابات رفته است. در موعظه خود عضو ریاست فتوای شورای علمای تاجیکستان مولوی محمود نمازگزاران را برای شرکت در انتخابات دعوت کرده گفته است این حق هر شهروند است. با تاکید به آزاد بودن حق پشتیبانی از نامزدها، این روحانی گفته است به هنگام آوازدهی از خدمت‌های رئیس جمهور امامعلی رحمان فراموش نکنند. پرزیدنت تاجیکستان در صدر حزب حاکم خلقی دموکراتی قرار دارد. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی روسیه را در پایمال کردن تمامیت ارضی اوکراین و قانون‌های بین‌المللی ایبدار کرد. این نکته از زبان نماینده ناتو در آسیای مرکزی الکساندر وینیکوف صدا داد که در یک نشست مطبوعاتی در سفارت آلمان در دوشنبه صحبت میکرد. سفارت آلمان در سالهای 2015-2016 مسئولیت اجرای وکالت‌های سفارت ناتو در تاجیکستان را به دوش میگیرد. الکساندر وینیکوف از روابط ناتو با کشورهای آسیای مرکزی ستایش کرد و گفت این همکاری به مرحله نو وارد شده است. شرکت‌دار دیگر این نشست سفیر آلمان در تاجیکستان درباره وجود خطرهای احتمالی امنیتی به منطقه حرف زد. هولگر گرن گفت تجربه سوریه و عراق نشان می‌دهد که وجود تهدیدهای امنیتی پابرجاست و می‌تواند دراز مدت باقی بماند. این نخستین نشست مقامات ناتو در تاجیکستان در پس منظر خشونت‌های اوکراین و سوریه و عراق میباشد. دولت تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون آزمون اعلان کرده از شرکت‌های داوطلب خواسته است در طرحریزی خرید تجهیزات و محصولات و ساختمان راغون شرکت کنند. بر طبق این تصمیم قرار است ساختمان نیروگاه راغون نیمه دوم سال 2016 شروع شده تا سال 2027 انجام شود. بر طبق اظهارات قبلی مقامات کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، دو چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون تا سال 2018 فعال می شود. با گفته مقامات تاجیکستان حالا تنها برای ساختن سربند این نیروگاه 600 میلیون دلار و برای به کار انداختن چرخه های اول نیروگاه راغون تا 2 میلیارد دلار سرمایه لازم است. تلاش های تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه با سبب مخالفت های ازبکستان همسایه تا حال به نتیجه مانده است. در دوشنبه یک فراشزن در انتخابات مجلس وکیلان خلقی ناحیه سینا نامزدیش را در مقابل معاون رکتور دانشگاه تکنیکی گذاشته است. دلبر اساییوا با سابقه 3 ساله فراشی در مکتب 86 دوشنبه در انتخابات روز 1 مارس در مقابل عارف جان امیرف مبارزه میبرد. دلبر اساییوا میگوید بسیار میخواهد در مقام دپوتاتی برای بهتر شدن شرایط زندگی و کار زنان کارگر به خصوص فراشان و کوچروان تلاش کند. یکی دیگر از آرمان‌ها این بوده است که در تاجیکستان دادرس‌ها و رهبران ولایت‌ها از سوی مردم انتخاب شوند. و زنانش نه که دیپلم عالی داشتن، زنانش آن که عقل سالم داشتن که درد خلق را فهمیدن و بالا رساندن. نامزدی دلبر اساییوا از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشبری و در حوزه انتخاباتی رقم 36 ناحیه سینای شهر دوشنبه ثبت شده است. رقیب او از حزب خلقی دموکراتی نمایندگی میکند. ضمناً شکل پره این گزارش و هم خبر و ویدیوهای دیگر در سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن همراه دسترس است.